به نام خدا، با سلام خدمت دوستان عزیز. اینجا برای آموزش دور یک فرمان در خدمت شما هستیم که یکی از مواردی هستی که اکثر روز آزمون از شما اون رو آزمون میگیره. دور زدن وقتی در خیابان پهن و عریض از شما خواسته میشه، به خاطری که خودرو با یک بار چرخش فرمان دور میخوره، به این دور یک فرمان گفته میشه. و اگر در کوچه کم عرض باشه، چون شما وقتی که همه فرمان رو هم بچرخانید میرید و به انتهای خیابان میرسید اما دور نخورده و نیاز به برگشت دندقه و کار با فرمان هست که اون دور زدن رو بهش میگن دور دو فرمان. عرض کنم خدمت شما الان ممنوعیتی هم برای دور زدن چه یک فرمان چه دو فرمان وجود داره که اونو باید به افسر قبل از انجام گوشزد کنیم، چون اگه دور رو هم به صورت صحیح انجام بدین و نگفته باشید که ممنوعیتی وجود داره، اون آزمون برای شما رد شده حساب میشه. اگر جایی که میخواید دور بزنید تابلو دور زدن ممنوع باشه، اگر نزدیکی تقاطع باشیم و اگر خیابان یک طرفه باشه، اینها رو باید به افسر گوشزد کرد که در این حالت دور زدن ممنوع است. بعد از اینکه شما به افسر گفتید دور زدن ممنوعه، اگه باز هم گفت اشکالی نداره مجاز هستین، دیگه به این ممنوعیت نمیتونه شما رو رد بکنه. شما میرید و کار رو صحیح انجام میدین. خب وقتی میخواید دور بزنید، راهنمای چپ فلاش تا آخر دنده یک، حدود 45 درجه فرمان رو میچرخانیم و از پارک خارج میشیم، طوری که در آینه یک حالت هفتی رو بین بدنه ماشین و جدول برای ما ایجاد میکنه. اینجا یه ایست بعد از خروج از پارک داریم که 45 سانتی متر 45 درجه از پارک خارج شدیم و یه توقف کردیم. این ایست واجب هست برای اینکه پشت سر و خیابان رو برانداز کنیم، از لحاظ ایمنی که خودرویی در حال رفت و برگشت از پشت سر و جلو مزاحم دور زدن ما نباشه. الان یک ماشین از روبرو داریم، یک ماشین هم از پشت سر. این دو رو که رد کنیم وقت دور زدن ما میرسه، پس ما بدون تمرکز روی ترافیک نبایستی اقدام به دور زدن کنیم که راه رو به خودروهای دیگر ببندیم و باعث تصادف بشیم. خب حالا این خودرو که داریم میره، ما هم آرام آرام حرکتمون شروع می‌کنیم. پس از عبور اون فرمان رو هم الان من نصف چرخاندم کافی هست. حالا راهنمایی راست و برمیگردم. اگر افسر گفته پارک توقف میکنم، اگر گفت ادامه بده خب به حرکتم ادامه میدم. دستی بالا، دنده خلاص، کلاژ رها و توقف میکنیم. دوستان عزیز، اگه برای شما مفید بود خواهش میکنم لایک و دنبال کردن رو برای حمایت از ما انجام بدین. تشکر. خدا نگهدار.